ما 165 گرم ترانزیستورهای فلزی داریم که میخوام طلاشون رو استخراج کنیم. برای شروع ترانزیستورهامون رو وارد محلول حاوی نیتریک اسید میکنیم تا فویل‌های طلای اونها آزاد بشن. بعد از 2 ساعت محلول رو فیلتر میکنیم و فویل‌های طلامون رو جداسازی میکنیم. در این مرحله فویل‌های طلای جداسازی شده رو تیزابکاری میکنیم و روی حرارت غیر مستقیم قرار میدیم. بعد از 1 ساعت تیزاب سلطانیمون رو فیلتر کرده خنثی‌سازیش میکنیم و با سدیم متابیسولفید رسوبش میدیم. بعد از 1 روز خاک طلای رسوب کردهمون رو مجددا تیزابکاریش میکنیم و رسوبش میدیم. با گذشت 1 ساعت خاک طلامون کاملا رسوب میکنه، شستشوش میدیم، خشکش میکنیم و با هواورش ذوبش میکنیم. در این استخراج ما تونستیم بیش از نیم گرم طلای 24 عیار استخراج کنیم از 165 گرم ترانزیستورهای فلزی. با تشکر از نگاه پرمهر شما همراهان همیشگی.